فریبا آقای محترم. بله. کجا؟ هزینه استفاده از سرویس چی میشه؟ چه استفاده ای؟ فقط دستامو شستم. نه ما اینجا دم دستگاه داریم. چه دم و دستگاهی؟ جوز شمار داریم. جوز شمار دیگه چه سیغه ای؟ بله بیا اینجا. من یعنی یادداشت کردم. ببین چی یادداشت کردی؟ اجازه بده. 3 تا جوز کم صدا داشتی، این از این بزنم به ماشین حساب. 2 تا جوز بلبلی داشتی که خیلی بد صدا و فالش بود. منطقه لرزید، همسایه ها فکر کردن زلزله شده، اومدن بیرون. خب 2 تا جوز رگباری آبدار داشتی. یه دونه جوز تصفیه نشده داشتی. تصفیه نشده که از همش بدتر بود. بارش آلودگی هوا و سوراخی لایه اوزون شده. شهرداری بفهمه پدرت در میاره. مگه ماشین باید عوارض مالیات پرداخت کنی. ببین اینا رو بزنم، این از این، اینم از این. داداش مثل شهر شد، مثل این که حساب ما چقدر. نه اینجوری نیست که بیای بجوزی و بری. یعنی چی؟ ببین جمعش شد 58250 تومن. داداش من فقط پول نقد همراهم نیست. نه چون باهات حال کردم یه 10% هم بهت تخفیف میدم، سر راست میشه 50000 تومن. فقط پول نقد همراهم نیست. چجوری قابل ناقابل؟ ندارم پول نقد. ببین من اینجا پول نقدم گرفتم. تو جونی پوله. بیام پول نقد همراهم نیست. من کارتخوان دارم، بیا. سواد ندارم، خودت کارت بکش. سرویس هم مگه کارتخون داره؟ فقط داداش این قبض نمیده. خودت کارت بکش دیگه، کلاهبرداری نکنی. 50000 تومن بکش. دست شما در گوزی چند حساب کردی؟ دیگه حساب شده، همش حساب شده. دست شما اینجوری نیست که بجوزی و بری. حساب کتاب داریم ما. حالا تخفیفم بهت دادم. حالا شام چی خورده بودی؟ دست شما در قرمه سبزی. ولی خیلی خفن بود. عجب جوزایی میزدی. همون منطقه لرزید، جوز تاریخی زدی. برو